سلام دوستان، وقتتون بخیر. موضوع امروزمون عملهای اصلی برای کسرها. قبل از همه چی لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب با مثال موضوع رو پیش میبریم. مثال اول، ضرب دو کسر. 2/5 ضرب در 3/4. خب در ضرب صورتها در هم و مخرجها در هم ضرب میشه. در اینجا 2 ضرب در 3 6 به روی 5 ضرب در 4 20. مثال دوم، 2/5 تقسیم بر 3/4. در تقسیم برعکس این هست، یعنی صورت اولی در مخرج دومی ضرب میشه و در صورت می نویسیم و مخرج اولی رو در صورت دومی ضرب میکنیم و در مخرج حاصلمون می نویسیم. در اینجا 2/5 تقسیم بر 3/4، 2 4 تا 8 تا در بالا و 5 3 تا 15 تا در مخرج. مثال سوم، 2/5 به علاوه 3/4. در جمع باید مخرج مشترک بگیریم، یعنی مخرج ها رو در هم ضرب میکنیم و در مخرج می نویسیم و صورت ها رو در مخرج کسر دیگه ضرب میکنیم. 2 ضرب در 4 به علاوه 5 ضرب در 3 به روی 4 ضرب در 5 و جواب میشه 23 به روی 20. مثال آخر، 2/5 منهای 3/4. 2 ضرب در 4 منهای 5 ضرب در 3 به روی 4 ضرب در 5 و جواب میشه منهای 7/20. ممنون که همراهمون بودین. خدا نگهدار.